با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. از همه شما خواهش در زیر نوار لایک مونید و هر کسی به کانال ما مهمان میشوید تومچه پادپیساtsiya را زیر کنید و این نوار ما را با دقت تا آخر خوب گوش کنید. خداوند از همه شما راضی باشد. رزق انسان در کجا می شود؟ امروزها بین ما مردم عادت‌های گوناگون پیدا شده است. این کارها بعضاً بی‌سوادی ما را و بعضاً از دین دور شدن ما را نشان می‌دهد. خوب گوش اندازید. بعضی از چند تا عادت‌های باطلانه را بر شما گفته می‌دهیم. مثال، در پیاله‌ای که چای داشته باشد و در داخل یک شمع را بینند، مردم ما امروزها همین سخن را میگویند که یگان مهمان به خانه می آید. البته حتما در این باره فکرهایتان را در کامنتاریا نویسید. یا نباشد در ناخونش یگان سفیدی را بیند. این رزق همان انسان بوده است. در اصل این گونه سخنها در لولی ها یعنی در جوگی ها می شود. مثلا آنها یک گپی باطلانه داشته اند که آدمان صبح خسته از خداوند رزق می گرفته اند و لولی ها باشد در خواب مانده اند و دیر خسته بینند که به آنان چیزی نرسیده است و نمانده است و آنان به نزد خدا رفته اند و خداوند گفته باشد که من رزق شما را به آدمانی که پیش از شما خسته بود دادم، شما نیز رفته رزق خود را از آدمان گیرید. استغفرالله. در اصل این گونه سخن نیست، اما لولی ها این گپ را میگویند. باز هم میگویند که استغفرالله. باز یک گپ در مردم ما هست که روز چهارشنبه لباس نشوی و روز پنجشنبه به سفر نبرو و روزهای شب سه‌شنبه و شب چهارشنبه با همسر و شوهرهایتان خواب نکنید. استغفرالله. آخر شریعت ما یگان تا از اینها را منع نکرده است. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم گفته اند که هر کسی صبح بر وقت از جایش خسته بیند که در خانه برای خوردن چیزی ندارد و رویش را جنج کند، گویا در نزد همه خداوند را غیبت کرده ایستاده است. و کسی یگان مرد بای را برای بای و منصب داشتنش حرمت و احترام کرده لگن برداری کند، از 3 قسم ایمانش یک قسمش می رود. گفتند با دقت همان شخصانی که میگویند که فردا چی می شود، چی می خورم، روزم چی می شود و همین فکرها را کرده میگردند خوب گوش اندازید. در آیه 31 سوره یونس چنین آمده است: بگو که شما را از جانب آسمان و زمین روزی میدهد. آیا کیست که گوش و چشم ها را مالک باشد؟ یعنی خالق گوش و چشم باشد. و کیست که زنده را از مرده بیرون آورد و مرده را از زنده بیرون آورد؟ یعنی حیوان را از نطفه و نطفه را از حیوان. و کیست که کار را تدبیر کند؟ خواهند گفت خدا هست. بگو آیا حذر نمی کنید؟